چشم مرا پر آب کردی، دل مرا غمناک کردی بر رفتن تی ابراهیم. همین قدر فقط گفتن. پس چی است که از دست ما و شما چیزی نمیآید. فقط باید حمد خدا را بگیم و شکر خدا را بگیم، الحمدلله بگیم و شکر خدا را به جا بیاریم. انشاءالله که فرزند در حالتی که معصوم و بیگناه است، این باشیشگاه تیار میکردگی برای پدر و مادر است. خداوند روحش شاد بگردانه و قبرش پر نور بگردانه و باشیشگاه تیار میکردگی برای پدر و مادر بگردانش. و الله ذوالجلال باز چی است که در این مصیبتی که به سری بندام است، الله ذوالجلال باز از این فرزند با خوبترا و بهتراش الله ذوالجلال باز نصیب و روزیشان بگردانه و در دل پدر و مادر خویش قومیت بابا و ببی خداوند صبر جمیل را عطا بفرماید. ارحم الراحمین. دل انسان میسوزه، قلب انسان درد میکنه، جگر انسان میسوزه، آب چشم جاری میشود. اما چی است که بنده فقط باید که صبور باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که خداوند همه کائنات برای او خلق کرده است. همه کائنات، هر چیزی که در عالم هست از طفیل پیامبر صلی الله علیه و سلم است. به دنیا آمدن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم از 7 فرزندی که داشت 6 نفرش قبل از خودش پیش از خودش از دنیا گذشتند. و یکی از بچه هاش ابراهیم که 18 ماهه بود، 2.5 ساله بود. ابراهیم بچهش که در آغوش پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یک عرق سخت کرد در آغوش پیامبر خدا، در دستش گرفته فرزند نگاه میکرد. ابراهیم خردسال جان به حق تسلیم کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشکای چشمش پیامبر خدا را جاری شد. همون قدر گریه کرد که ریش مبارک تر شد. صحابه در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بودند. حضرت عبدالرحمن ابن عوف پیامبر خدا را گفت که انت یا رسول الله، ای پیامبر خدا تو گریه کردن من کرده بودی، الحال خطان گریستین؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه، گریه کردن این رحمت خدا از قلب انسان میسوزه، از آب چشم جاری میشود. اما از سخنهای بیهوده ما منع کردم شما را، که وقتی که یک نفری که از بین ما و شما گذشت با ما چی است؟ اینا الیه راجعین، به سوی پروردگار رجعت میکنیم. بازگشت ما فقط به سوی الله هست. امروز نه تنها مثلا که فرزند 2.5 ساله برادر مونسیون رفته ایستاده است، از قفای همه ما و شما میرویم. فقط خشا با حالی که در 2.5 سالگی گناهی ندارد، سهو و خطا و نقصان ندارد. انشاءالله که در بهشت این باششگاه تیار میکردگی برای پدر و مادر خویش قومیت است. طفلک هایی که از بین ما و شما گذشته میشوند، فردا روز قیامت اینا چی است؟ پیشکی در جنت میروه و باششگاه تیار میکند، جا تیار میکند در جنت برای پدر و مادر. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی که بیان کردن گفتن، حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمان همسر دوست داشته پیامبر در دوام زندگیش یگان فرزند نداشت. بعد گریه کردن عایشه مادرمان، گفتند یا رسول الله، او یکی فرزند خودش از دنیا گذشته میشود، برای پدر و مادر باششگاه تیار میکند، اما او یکی تماما فرزند ندارد چی؟ همین قدر گریه کرد حضرت عایشه مادرمان که فرزند نداشت. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که اونهایی که بی فرزند هستن و البته که در راه خدا و در عشق خدا و عمل دارن، فردا روز قیامت باششگاه تیار میکردی برای و من خودم هستن و البته که در راه خدا و در عشق خدا و عمل دارن، فردا روز قیامت باششگاه تیار میکردی برای و من خودم هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد. و وقتی که فرزندی آدم فرزندش از دنیا گذشته می شود، البته که مقال مردمی است که پدر و مادر مردن میراثی است. همه را پدر و مادرش از دنیا گذشته می شود. خود ما پدر و مادر شدیم از دنیا گذشته میشیم. پدر و مادر گذشتن میراثیه. اما در حالی که پدر و مادر حیات باشه و فرزند گذشته شود، این میگه تیری الماسی است. تیری هست که جگر پدر و مادر میسوزاند.
پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی بیان میکند وقتی که روح فرزند گرفتن حضرت عزرائیل الله ذوالجلال میفرسته فرشته مرگ و خداوند جل جلاله فرشته مرگ میپرسه که قبضتم ولد عبدی، آیا بچه بنده مرا فرزندش جانش قبض کردی؟ فرشته مرگ میگه نعم، آره یا رسول، آره میگه خدایا، میگه آره روحش قبض کردم. بعد در دوامش میگه قبضتم ثمرة فؤادی، آیا میوه دل بنده مرا کندی گرفتی؟ که فرزند و منزله میوه دل است. هر جای عضو انسان لط بخوره یک نوع است، اما دل وقتی که ضرر بینه لط بخوره انسان گذشته می شود. میگه نعم بله، میوه دلش کنده گرفتم. الله ذوالجلال به کام و به زبان گرفتم. الله ذوالجلال به کام و به زبان باز پرسش میکنه که ماذا قال عبدی، بنده ایمد چی میگفت؟ مونیس وقتی که فرزندش، وقتی که همسرش فرزندش که فرشته مرگ گرفت، خدا از فرشته مرگ میپرسه که چی میگفتن؟ حضرت فرشته مرگ بعد چی میگن؟ حمیدک و استرجعک، خدایا شکر تو را میکردن، تو را حمد میگفتن. میگفتن خدایا شکر، خدایا شکر میگفتن. حمیدک و استرجعک میگفتن انا لله و انا الیه راجعون میگفتن. وقتی که پدر و مادر طفلی گپکی بگن، الله ذوالجلال امر میکرده است ابنوا لعبدی بیتا فی الجنة و سموه بیت الحمد. الله ذوالجلال میگه در جنت یک قصر بینا کنین، او قصر نامش هست خانه شکر، خانه حمد، قصر حمد. انا همون قصری که در جنت قصر حمد نام دارد، همون قصر نصیب همون پدر و مادر می شود که به گذشتن فرزندشون صبر کردن، شکر کردن. پس پدر و مادر البته که مونیس همراه همسرش، همراه خواهرمون و بابا و بیشه که حسن صبر داشته باشین. البته که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که بچهش از دنیا گذشت، آبای چشمش رفت، همین قدر بعد گذشتن فرزند گفت که با گذشتن ابراهیم که ابراهیم گفت چشمی مرا پر آب کردی، دل مرا غمناک کردی بر رفتن تی ابراهیم. همین قدر فقط گفتن. پس چی است که از دست ما و شما چیزی نمیآید، فقط باید حمد خدا را بگیم و شکر خدا را بگیم، الحمدلله بگیم و شکر خدا را به جا بیاریم. انشاءالله که فرزند در حالتی که معصوم و بیگناه است، این باشیشگاه تیار میکردگی برای پدر و مادر است. خداوند روحش شاد بگردانه و قبرش پر نور بگردانه و باشیشگاه تیار میکردگی برای پدر و مادر بگردانش. و الله ذوالجلال باز چی است که در این مصیبتی که به سری بندام است، الله ذوالجلال باز از این فرزند با خوبترا و بهتراش الله ذوالجلال باز نصیب و روزیشان بگردانه و در دل پدر و مادر خیش قومیت بابا و ببی خداوند صبر جمیل را عطا بفرماید. یا ارحم الراحمین.